این هفته خبر تو خبر داره براتون از شیخ فریدونی که تو سالگرد ورود خمینی به ایران پاش رو گذاشت جای پای اکبر کوسه و همون سیخ و سنبه های بابا اکبرش رو فرو کرد تو پک و پهلوی عظما. ما همه نیازمند به امام، گفتمان امام و راه امام هستیم. البته گفتمان امام اتصال انقلاب اسلامی به نظام جمهوری اسلامی ایران است. بله، تا جایی که به شیخ فری و بابا اکبرش برمیگشت میخواستن جعبه های زهر رو اساسی برای عظما بچینن، اما از بعد از روزگار سکندری خوردن و همه چی نقش برآب شد. حالا بعد از بای بای کردن اوباما این مهره‌های مرزی و برون مرزی عثمان که دم از زمین گیر شدن میزنن و از همین حالا آخر و عاقبت درب و داغونشون رو پیش بینی میکنن. خب آقای داریوش سجادی، سلام، شب شما بخیر. سلام از ما خدمتتون، در خدمت هستم. حالتون خوبه؟ الحمدلله جناب. حال که نه، الان دیگه حال شما بهتره. ما تو آمریکا دیگه زمینگیر شدیم دیگه. شما رو ننداختن توی دریا؟ جانم؟ میگم تو دریا ننداختن شما رو؟ به فضا حالا به اونجاش هم میرسه یواش یواش. آخوندا تور انداخته بودن تا شاید از آب گلالود مذاکرات یه ماهی صید کنن، اما ورق چرخید و یه چنین بلایی سرشون اومد. همه افتخار شیخ فری این بود که زهر رو ریخته تو حلقوم سیدعلی و سایه جنگ رو از روی رژیمش برداشته، اما حالا هنوز هیچی نشده. آژیرها رو به صدا در آوردن. یک کاخ سپید مدعی شد ایران موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده است. شان اسپایسر افزود آمریکا در حال بررسی و تعیین ماهیت دقیق آزمایش موشک ایران است. باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم با محکوم کردن آنچه آزمایش موشکی ایران نامید گفت با کنگره و کاخ سفید برای فشار بر ایران همکاری خواهد کرد. خلاصه این که فرمون از دست عظما خارج شده و این ابو طیاره ولایت بعد جوری قاط زده. پاسدار قاسمی کل ماجرای پس افتادن اکبر کوسه رو تو 2 جمله خلاصه کرد. نخ تصفیه جریان انحرافی پاره شد. هرچی بدوند اینها بخوان الان آدم به تراشند اینها، دیگه ما به اون مسیر بر نمی‌گردیم. 38 سال بعد از اینکه خمینی قدم‌های نحسش رو تو مملکت ما گذاشت، این بزبز قندی اومده تا بگه بعد از این همه سال کشکم نصیبشون نشده و حتی خودی‌ها هم مشغول لگد زدن به قبر امامشونن. توسط یا آدمای دیگری، حتی گاهی توسط کسانی که اون موقع با اینا مخالف بودن و حرفای امام رو قبول داشتن، خودشون تو خط مقدم حرفای کار امام و جبهه امام بودن، ولی الان درست دارن حرفای همراه رو میزنن. الان بارها من میبینم، تو هم 1-2 هفته هم دیدم بعضی از این آقایون اینا جمله هایی رو نقل میکنن که این جمله ها عیناً مال امامه، ولی نمیگن امام، میگن کسانی که اینا رو میگن افراطی هن. افراطی ها میگوین فلان. افراطی ها یک نمونهش همین هفته پیش بود، فرمودن که کسانی که میگن تحریم ما را قوی میکند، تحریم ما را قوی میکند، اینا افراطی هن. اصلا این جمله عین جمله امامه، بیش از 10 بار امام این مضمون رو گفته. خب اگر نمیدونین، خب مطلع باشید، آگاهانه صحبت کنید. اگر میدونین چرا تعارف میکنید؟ بگید آقا آمریکا عوض نشده، ما عوض شدیم. خب اینا چشم امامشون رو دور دیدن که اینطوری دور برداشتن. اگه امامشون بود نفری یه چماق میکوبید تو مخشون.
نوه خمینی رو آوردن که از بابا بزرگ دجالش تعریف کنه، اما سوتی رو داد و یه قاشق از ترشی کپک زده امامش رو گذاشت تو دهن بیننده های تیوی ریش. وقتی پرده رو پس زدم برگشتم، یک دفعه امام چشمشون که به من افتاد، گفتن تو هیچی نمیشی بابا. من تعجب کردم یه دفعه با این استفاده و پیشبینی های حضرت امام هم همیشه درست در میاد، همینم شد. گفتم چرا؟ گفتن که رفته بودی چیکار کنی؟ گفتم که خب درسامو غیبت کرده بودم، رفتم از آقای انصاری درس یاد بگیرم، اتفاقا موضوعم قتل بود، حدود و قصاص و اینها رو داشتم درس میخواستم. گفتن تمام هفته رو ازت گرفتن، روز ازت گرفتن، شب جمعه شوهر تو از اون طرف ول کردی، این بچه رو اینجا ول کردی، پا میشی میخوای بری درس بخونی، تو هیچی نمیشی. بازم آخوند تانگه و بازم یه شوت دیگه تو دروازه خودی. اومد از ماهواره و اینترنت بناله، اما سوت میزنه و به تنفر مردم از آخوندها اعتراف میکنه. یکی از اهداف امروز شبکه‌های ارتباطی به نام ماهواره، شبکه‌های فاسد اینترنتی، شبکه‌های فاسد مجازی، فقط برای این است که جوان ما صبح تا شب همه چی ببینه الا تصویر ولایت، همه چی بشنوه الا کلام ولایت. بعد حالا تو تمام شبکه‌ها فحش پر کنن، تهمت پر کنن، دروغ پر کنن که برای آقا چه میکنن، برای آخوندا چه میکنن، برای آخوندا چه میکنن. این جوونم باور میکنه. من یه طلبه کوچک با یک جوون برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم؟ میگه من از شما آخوندا متنفرم، مرد شور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن. یعنی دست و پا زدن‌های آخوندا برای جذب جوان‌ها جواب نداشته که هیچ، بلکه خودشون هم کله پا شدن، مثل این طرف که میخواد ماهی بگیره. اما خودتون ببینید. این حجت الاسلام شیربرنج هم خودش رو رسونده به تیوی ریش تا راجع به یکی از مهمترین دغدغه‌های عظما حرف بزنه. یعنی الان همه مشکلات حله، فقط صندلی بچه تو ماشین مونده. شما تو کارخانجات تولید داخلی کدومشون از این صندلی‌های بچه، کریر بچه توی ماشین داره که به خریدار تحویل بدن؟ چون تصور اینه که اصلا خریدار ما یه پسر تنهاست، عزب عقدی، زنم نمیگیره، بچه هم نخواهد داشت. یعنی تو اگر ما نسل آوری سیاست کشوره باید این تو کارخونه هم دیده بشه. یادی هم بکنیم از طلسم شکسته ولایت که حالا دیگه هر کی از راه میرسه یه لگدی بهش میزنه. دیگه ببینید کار به کجا کشیده که تو روز روشن میگه اصلا ولایت فقیه من درآوردیه. نظریه ولایت فقیه به عنوان حکومت من درآوردیه و از نظر تاریخ نبوده. یعنی نه تو اون 500 سال کسی گفت فقیه باید حکومت بکنه، نه تو اون 200 سال صفویه بسترهای اجتماعیش حواله شد. ایشون میتونن بگن که صاحب کرکی، صاحب جواهر کی گفتن حکومت ازا، ولی این که بیان پا بذارن جلو مثل امام بگن آقا حکومت ولایت فقیه باید تشکیل بشه، هیچ کدومشون نگفتن. آقا قرار بود این باندای درون نظام با همدیگه پاسکاری داشته باشن. چی شد پس آخر کاری سر و کله همدیگه رو نشونه میرن؟ حجت الاسلام شکم پرست تقدیم میکنند تئوری جدید ولایی در راستای اقتصاد مقاومتی. آقا اونایی که گرسنن و نون ندارن علتش اینه که قبلی ها رو هضم نکردن. وقتی غذا میخورید اگه این معدتون غذا رو هضم کرد اون وقت جا داره که باز توش بریزید، ظرفیت داره که باز. اما اگه غذا ریختید تو معده هنوز هضم نکرده بخواید باز غذا بریزید روش، باز غذا بریزید، اون معده پس میزنه، بیچاره میشه، سوء هاضمه میگیره. خدا میگه تو ظرفیت نشون بده هضم بکنی چیزی که بهت دادم. ببینید خدا که نمیده از سر لطف نمیده ها.
سکانس آخرمون از همون باور نکردنی هاست. حالا اینکه چطوری اینطوری شده خودش داستان دیگه ایه.